صد دفعه به تو گفتم که می آجورها رو حل بار که خدا میدونه که چند دیگه به تهرا ریخته. خوب شد اینا خیلی ریخت بدیدم. خاک به سر تو خدا آجور بار کردن توشه. 1 ساعت روزی هوا گرم. من 100 بار گفتم باج یعنی گیلک به چشم و به دردم نمیخوره. هم گپ به خود خوب بازم میگه باید به کی بگی گپا؟ غیر از این که حوازه که دستومه که بشه همیشه باردویشه برای ما کار میتراشه. ولی یک موتری بیا اینجا را بند سیکت خدا من برا چند دلت تا از را مسایی یا این رخصت کن دیگه به درد من نمیخواد. دلچینی ماچت خو کمیلی نیه آفرین میگم ماچت خو بریم خیلی خوشی که قرآن شریف فصل یاد گیرید تو سواب بخون خوب و ترک چوان گل بزی نکنی خوب و خیلی از امسال که هیچی از آینده و خیلی خوشیتون مطرم شامل کن خوب در سال که بخوندی یا مگن دکتر شی یا دیگه رشته انتخاب کنی پانتین هم بخونی خوب دیگه شوخی هم نکنی اگر دیدم گل بزی که دی و تک پیچا با تو با خوند برد میدم خوش برسه که درس کنی بخوش اشتایم دلچینی خوبی بخیر پیار تو سرایه برو سلام علیکم و علیکم سلام باشیم شکر زنده باشی چی عجب کلمه اول گرفتیم میایی عدس شکایت ها بچه شما میایی چرا با چی کار کرده میگم ماما شما رو خدای بچه خوشته تربیه کردیم عهد تربیه کنه اشته تربیه مردم اشته تربیه میکنه شما هم خوشی که من بچه دارم یعنی چکار شده؟ خون دلیلی تو اون ریگرم سر کارا خب یک دمی اسپار سوار میشه و کنچیا که دیگر هم بیکار میکنه اون پا خواه به سر چا غریب بود که تک کورت مفتکه تکویره مفتکه موتر آجوری بار کرده ماما ایت گل میگه 1200 تا آجور بفتده موتر چرا میفتده موتر؟ خراب چینده یا آجور چینده بلده خب چرا ایت گل نمیچینده که او چینده؟ خب کار نمیچینده به چی کار ده پس ایت گلی؟ یعنی 1200 خشکم مودا؟ خب نمیچینه کار نمیکنه یک دمینی میخونه 20 نفر دیگر بیکار میکنه برای من که توبه کرد من توبه یه پولکایو دو سه یه پولکایو 1000 هم پول برده بود دیگه ما با کار نداریم چی شما 1000 بردیم؟ اشته برده که من پول بخونه نورده بیارده بخونه برده بخونه نورده لولا که کی پول آورده من اشته نورده خواست بستون در بران مه پس چی کرده بود؟ اون من نمیفهم با خدا گپ زنیم ماما دیگه بفهمید ماما دیگه اون رای نکنیم اون رو تو پیش خونه گاده که ما خونه باشه یعنی اون بدر کردیم؟ اون بدر کردیم دیگه شما میاد به چه خاله دیگه خودی کمه که شوخی میکنه یک دم خالی خود سطری میکنه یک دم از پارس هم میشه یک دم خوندن میکنه 20 نفر دیگر هم بیکار میکنه یعنی من پیاد وقتا تمام نداشتم یعنی با جدری مواجه میتونه خب ما دیگه چه کار کنیم از برون آدم باشه که دیگر کار منظور مگر مجبور که آدم بیرو کنه و را سر کار آدم بچه خوشی چی خم پیش کنه نمیداره وش کرده نمیتونه فرق نتابی رو جمع کن کرده نمیتونه بیشتر نگاه اون اوش کنیم نگاه کنیم کاکا دیگر کس کار میندازه چی خود نسیت کنه ولی گون بدادم به دست شما دادم دیگه ما خواهر کاری کردیم ما برد مونه ولی چی شو خودیو؟ من چه اون بیرو که بره خود خوب ولی پیاد تو بیرو کرد؟
بله خدافظ. خوش آمده. تو سیکو هم هیچ کاری نتیش که هم در استاپ کنه. تمام مردم بداد کرد. خب من دیگه چکار کنم خود از این؟ اگر هم هر یک شاگرد به هیچی به درد کار نمیخوره، درد جامعه نمیخوره. برو دیگه. بفرمایید. بگو ها. اونجا من نتونستی برار تو استادی پیار تو استادی بیدن خود کل گنده خود تو گپ مفت علکی میزنی نازی گله. باید تو کار ندارم نازی. بیا خب رفته. باید تو چی کار دارم من؟ بیا نه؟ بیا تو پرپر میریفتی تو برا خود پیار خود خب بیا تو بیرو کرد. کار نمیکن دیگر هم نه گپ مفت نزنی بس ده تا برو مال من برو راحت کار. بالا من مثل بابا برو کار پیاز تو دادی پولا مر بده دست پیار تو دادم. دست پیار چرا به دست پیار مر چی کار دارم کانون تو برو سراغ برو. با مادر خواهم بگو فهمیدی با مادر خواهم بگو دیگه به سرامو بگو اگه خواری داری خوار تو بره به سرا شما بره به سرامو دیگه تو که بیخکل نه برو اینجا برو تو تا شما برو دیگه گپ باف کن. گپ مفت نزه به خدا پیار ما به سرا نمیگی تو میگی سلبت برو تو بیا از بیرو کردم. نه میترسی یا نه میترسی از من یا نمیترسی آنو ترسی از من یا نمیترسی میترسی از من نمیترسی میترسی از من نمیترسی من پیار نمیترسی من پیار نمیترسی بیا برو سرا میشو یاد میرو. من پیار نمیترسونی ما بیا اینجا. خدا افتوار میزنه خدا نیست از جربست داره. کی؟ گیله. میگه چه من بیرو کرده چه کار فلانه. تو صاحب کو گیله. گیله. صاحب کجا میشی؟ نه خواهی بخونه. یا نمیگی؟ عباس بله. تو از او برو که تو تاکیشو نکن نزنه. خب ماما بله. برو خیلی. وای برو. برای بچه خالق هم میشی. مولانا رمضان مال ما ماستون بیان سر کورا به پیش شما. به چی کار؟ آخه خالی من زنگ دادم گوشی به مدرمه میگم امی گیله کشیم اما چپر چر به در کردین گیله واری نیشی دارن که بیاین نگاه کنی. میگم خاله تو این بچه سادی بی عقل خور نمیشناسه. میشناسه. همین نمیشناسه که 30 تا 40 تا کارگر از هر کار بیکار میکنه. تو برو از عباس پرسان کو کسی کو چی میگه. یک دم اسب سوار میشه، یک دم پا خور به تا کوره دونه میکنه، یک دم خشتار مندازه به هوا، یک دم خوندن میکنه. آخه ما خب پول میدیم اینا رو از او نمیافم ما. راست میگی لالا خب گناهش خیره به در نمیکردیم دیگه. آخرار جو همین صبح پا خور دوره میکنه به تا همین کوری آتش به یک ثانیه از غلسنگ او رو او میکنه. با می گیلک میشه گل مجلس نقل مجلس. راست میگی. گیله بازی خور نکنم به چی خور کم عقل کمال یاد میدادم. خب همون تا ساده بار آمده لالا دیگه. خشتا مرتکر بر افتبار کرده 2 موتر 1200 تا خشت کم آمده. اینا کی تا اون میده؟ خشت مرتکر از سر کار میبره من مگر بابا تر تا اون بودم بری او. چه لالا کم آمده؟ آخی اونا گنده چینده مگر خشت نمیته باف چینده شه به 4 طرف موتر. همه بغلا موتر بریخته. خب یک نفر دیگه میگفت اینجا کنه او میتونه جا کنه و عقل همیت قرار داره. که جیر جو برارمه هر کس از خونجی شغل داره. آخی آدمایی که تازه میان نه خشت میتونم با مالم نمیتونم آتیش کنم هیچ کاری کردن نمیتونم مگر همین کار رو بکنم. خشت جا کنم با موتر. یعنی سبیر بکنیم پلوی بدانیم برابر اون سر بوکس و لغت کردم به پولای رما دادم دست عباس گفتم برو بده دست خاله خوب. از زمان تا به قیامت خاله من گله کنم من نمیتونم 40-50 تا کارگر بیکار کنم. آخی من پول میدم به مردم اینجا. همین یک ذره مادر من فکر کنم برو. همه که گله که مادر من گله نمیده.